حاج آقا سلام. السلام. وقت بخیر. خوب هستی حاجی؟ سلامت باشه. بعد نبینید. حاجی گفتن که شما یه زن میخوای، زن خوب برای زندگی. بله. حالا موقعیتی که دارین بگین که ما باشون در میون بذاریم ببینیم چیکار باید بکنیم. من ببینید پول دارم، باغن دارم، سپردن دارم. بلا خب هرچی خواست تر خودش یه چیزی خواست صداقش میکنه، کار همونیش هم درست میکنه، یه اوناش یه با این خوب. یعنی همون خرابه باید درست بکنی همون؟ نه میگم یعنی کار همونش که یعنی میره مندازه. خب مهریه‌اش چند میکنی حاجی؟ چند خواه 5 تومن 10 تومن 5000 تومن تا 10000 تومن. بگو چند؟ بابا 5 تومن 10 تومن. 1000 تومن 10000 تومن دقیق بگو. 5 تومن معلوم نمیشه. بگم چند؟ 5000 تومن میگی؟ بله. 5000 تومن 10000 مهریه میکنی؟ آره زیاده نه 10000 تومن؟ 10000 تومن زیاد نیست؟ زیادشه. نه زیاد 10 تومن نه 5 تومن. 5000 تومن؟ 5000. بسشه 5 تومن. خیلی خب حالا ما صحبت میکنیم خبرش بدیم. چه شرایطی داشته باشه این خانومه؟ چند سالش این خانومه چند سالش باشه شرایطش؟ آخه مثل خودم باشه 50 60. نه گفتی 28 سال. آیا 28 سال 30 سال. حد اکثر 30 سال. دختر خونه هم باشه؟ نه دختر خونه نه بچه ارواخا که بابا نمیخوام من. خیلی ممنون. چاکری.